دختر چی خونه چی نخونه پجون باید نخونه دختر شکنه بره. آخه دختر چی و خوندنش چی؟ همون فرزند در حرف نشان داده تا نشد بس. آخه وای همون تا صنف نهی حرفا یاد میگیره که خدا جون. بچه‌ها باید بخونن. آینده دولت مون باید شون. برای چی دختران نمیتونن آینده دولت شده؟ دخترها باید در فکری فرزند باشن خونه باشن. من باید معقول که همین صنف 11 تموم کنن نباشه صنف 9 چه میدونند 10 رو شهر میتن بعد کودک اویلا سواد نیست صنف 11 خونه البته و کمتر با ادبی و چی میشه با ادب میشه و یک چیز میفهمد کودک تربیت داده میتواند اما کودک کلی صنف 9 برای من فکر میکنم این خوب است تا 11 خونن بعد میتونن یک بار اینستیتوت به داخلشان لیکن که دیگر مشق و حوض دارد من تکنیکو گفتم شما با اونجا به حضور میتونن کار کردن خوندن همین راست شرایطشون یک خیلی آدم هست که نون خوردن نداره بعد سمکی شیدگی نمیتونم داده باز همون سمکی شیدگی شرایط ندارن برای همون که بعضی مادرها همه میخواه فرزندش با سوادش بخونن چی کنه شرایط نمیرسن دخترها هم جنجال میکنه میخونه میگه و چی میخونی میگی بعد ما مجبور میشه میگیم که شوهر برای که یک مادم شرایط ما واسه مینه سر اونم بخونیم شو میکنی میگی راست داخل خیلی هم آدم بسوادتره همه وقت اصلا از تجربه آموزش خودم در مکتب خلاصه کردم که سال آخری که ما تحصیل کردیم یک اسراف بیهوده وقت بود کلی سال ما میرفتیم آموزگاران درباره بعضی از مطالب صحبت میکردن که حتی با ما ذره هم علم نمیداد در سال اخیر تحصیل بسیار دلگیر بودم در مکتب و صنف 11 و خواهش داشتم که زبانهای خارجی رو آموزم در همین یک سال تقریبا گویم که توجه نداشتم به مکتب پر را با آموزش زبانهای خارجی مشغول بودم زیرا میدونستم که در آینده کلید گشایش کار من در زبان خارجی است از همین رو یعنی فکر شخصی من این است که احتمال کارشناسان در ساحه معارف باید همین قرار خود را یک خوب نظرسنجی کرده بینند به خاطر که تا صنف 11 حتمی کردن آموزش قابل قبول نیست زیرا بعضی از نفرانی هستند که احتمال امکانیت خوانش ندارن یا ممکن قابلیت ضروری از خودکنی ندارن یعنی ما نمیتونیم 5 پنجه رو برابر کرده همه باید تا صنف 11 تحصیل کنند. Вначале надо воспитывать родителей, поэтому должно быть обязательно образование для наших родителей. Те, которые только женятся, что в будущем кого они хотят видеть, кого они вырастить. Потому что когда молодые женятся, ребята, девочки, они об этом не думают, к сожалению, что завтра, послезавтра у них будут дети. Какое они дадут образование? Если я сам не образованный, что я могу дать? Значит, надо вначале образовывать родителей, чтобы было понимание для детей, как, что. Вот в таком плане вот это, я думаю, вот так. برای پیشرفت رفتن رخش شرایطش نمیرسه برای پیشرفت رفتن تا 11 را خونده با مکتب‌های عالی در آماده خوندن اجر نام میشود